سلام و درود بیننده عزیز. برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی را از استودیوی رادیوی آزادی از شهر پراگ پیشنهاد میکنیم. امروز 7 اکتبر است. نگاه به سرخط خبرهای روز. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به روسیه سفر کرد تا در جلسه سران کشورهای مشترک المنافع اشتراک کند. آزادی بیان در تاجیکستان محدودتر و وضع مطبوعات و ژورنالیستان آزاد از بدتر شده است. آنها می‌بینند که ما از مشکلات جامعه نمیگوییم، خوانندگان ما به منبع‌های بیرون رو می‌آورند. منطقه‌ای که از آسمانش تیر می‌بارد. احوال مردم غزه پس از یک سال حمله حماس به اسرائیل. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز به شهر مسکو پایتخت روسیه سفر کرد که در نشست رهبران کشورهای مشترک المنافع شرکت کند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 7 اکتبر خبر داد که امامعلی رحمان را در این سفر وزیر امور خارجه و دستیاران او همراهی می‌کنند. این سفر دوم امامعلی رحمان به روسیه بعد حمله مرگبار شبهه برانگیز به تالار کنسرتی کراکوس در نزدیکی شهر مسکو است که مقامات روسیه در انجام آن شهروندان تاجیکستان را متهم می‌کنند. بعد این حمله مناسبت به صدها هزار مهاجر کاری تاجیک در روسیه بد شد و به حدی رسید که امامعلی رحمان این مسئله را به ولادیمیر پوتین گوشزد کرد، هرچند احوال بعد این بهتر نشده است. چند روز پیش از این سفر قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان به مقامات روسیه گفت حکومت تاجیکستان از بدرفتاری مقامات روسیه با مهاجران تاجیک نگران است. درباره موضوعهای نشست سران تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان، روسیه و بلاروس، ارمنستان و گرجستان و ترکمنستان و آذربایجان و مولدو که 8 اکتبر صورت میگیرد جزئیات زیادی نگفتند. و برمیگردیم به خبر دیگر. خبرنگاران تاجیک رهبران رسانه‌های مستقل و دولتی در یک نشست در دوشنبه احوال مطبوعات در تاجیکستان را بررسی کردند که به قول آنها سال تا سال بد و بدتر می شود. در نشستی که هفته گذشته در دوشنبه صورت گرفت گفتند که این نقش حکومت است که رسانه‌ها حال خوبی ندارند و این بر ضرر تمام جامعه تاجیکستان و پیشرفت کشور است. ارشاد سلیمانی و براد یوسفی گزارش دارند. رهبران رسانه‌های مستقل تاجیکستان از آن نگرانند که رسانه‌هایشان با صورت خیلی بلند نفوذ خود را از دست می‌دهند. این نکته در همایش بخشیده به 25 سالگی تأسیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان بیان شد. امید باباخانوف مدیر گروه رسانه‌های آسیا پلوس گفت نظارت شدید مطبوعات مستقل از سوی دولت، محدود شدن آزادی بیان و مشکلی دسترسی به اطلاع، این چنین عامل‌های دیگر سبب از دست دادن مخاطبان رسانه‌های آنها شده است. Это затрудняет доступ населения нашего населения к информации. این دسترسی مردم ما را به اطلاع محدود می‌کند. این اعتماد ساکنان را بر رسانه‌های تاجیک کاسته می‌گرداند. ما مخاطبان خود را از دست می‌دهیم. آنها می‌بینند که ما از مشکلات جامعه نمیگوییم، خوانندگان ما به منبع‌های بیرون رو می‌آورند. برای حکومت این یک روند خطرزاست، زیرا حکومت سرچشمه‌های بیرون را نظارت کرده نمی‌تواند. Потому что внешние ресурсы, иностранные ресурсы наши власти не могут контролировать. باباخانوف در ادامه سخنش گفت بهتر است که حکومت به جای فشار و محدودیت برعکس از رسانه‌های مستقل پشتیبانی کند. تاجیکستان در رده‌بندی جهانی آزادی بیان در 12 سال پیش در مقام 103 قرار داشت. حالا در این شاخص به جای 155 و به خطر کشورهای موردی نگرانی خاص افتاده است. در این همایش گفته شد که همزمان با رکود آزادی بیان مشکل اقتصادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نیز سبب کاهش جسارت آنها شده است. دو سه صحیفه را پوری تبلیغ یک شعبه معارف یک ناحیه میکنن و بعد معلمای بیچاره رو مجبور میکنن که آنها را رفته از شعبه معارف خرن. خبرنگاران نگرانند که نه تنها رهبران مقامات دولت برای آنها دستناراض شدند، حتی کارشناسان بخش‌های مختلف دیگر آماده نیستند که این آن موضوع را در رسانه‌های مستقل شرح دهند. در مقایسه با 2 سال قبل مشکل‌تر شده است نوشتن و گفتن بسیاری موضوع در ژورنالیستیکا و اون چیزی که مردم هم طلب میکنن از روزنامه‌نگاران هم اون چیز گفتن نمیشد، به سببی که هم گرفتن اطلاع مشکل شده است و هم خود مردم هم حاضر نمیشند که با رسانه‌ها و با روزنامه‌نگاران گفتگو کنند و نظرشان را بیان کنند. وضع آزادی بیان در تاجیکستان سالهای اخیر
از سوی نهادهای بین المللی همواره انتقاد می شود. شماره رسانه‌های مستقل در تاجیکستان به طور چشمگیر کم شده، تعداد رسانه‌های چاپی بیش از 50% کاهش یافته، میزان محبوبیت آنها در میان مردم پایین رفته است. با گذشت یک سال از جنگ در غزه، جستجوی غذا و پناهگاه امن برای ساکنان این منطقه به یک کار روزمره تبدیل یافته است. سرپناه ساکنان غزه در حمله‌های اسرائیل خراب شده است. بنا به گزارش سازمان ملل متحد، نزدیک به 2 میلیون نفر در غزه منزل‌های خود را از دست دادند و بسیاری‌ها در خرابه‌ها یا پناهگاه‌های موقتی زندگی می‌کنند. دسترسی به غذا و دارو برای بسیاری از آنها غیر امکان شده است. همکارم کیومرثی عطا گزارش می‌دهد. پناهگاه بیت لحیه در جنوب غزه، مکان زندگی تقریباً 200 خانواده. یکی از آنها خانواده صالح است. آنها پس از تخریب منزلشان در شمال غزه مجبور شدند که در اینجا پناه برند. خیمه‌ای که از مواد پلاستیکی ساخته شده است، حالا خانه ورده المسلمی و همسر و 5 پسر و 2 دخترش است. ورده و شوهر و 7 فرزندش در این خیمه روزهای دشوار را پس سر می‌کنند. هر روزی ما به سختی می‌گذرد، چون نه آب و برق داریم و نه چیزی دیگری برای زیستن. هر روز یکم ما کوشش می‌کنیم که آب برای نوشیدن پیدا کنیم. ما ظرف‌ها را از نقطه آبدهی پر می‌کنیم، کودکان روی‌هایشان را می‌شویند، موی‌هایشان را به ترتیب می‌درارند و بعداً هر نفر پی وظیفه‌های روزانه می‌شود. امروز وظیفه بنا دختر 13 ساله صالحه آوردن آب است. بنا که پس از خراب شدن خانهشان 4 بار جای زیستشان را عوض کردند، آرزو دارد که روز به صلح و آرامی برسند. آرزو داریم که خانه ویران شده امان را دوباره بسازیم، آن را بسازیم و آنجا زندگی کنیم. میخواهیم که دوستان و همسنفان، استادان را بینم و دوباره به مکتب برگردم. ماندر پدری بنا بیناکار است و تا حال 4 بار برای خانواده‌اش در 4 گوشه گوناگون غزه با مواد پلاستیکی پناهگاه ساخته است. هر بار مجبور شدند که از نو گریزند. هوا سرد می شود و ماندر برای زمستان با مواد پلاستیکی خیمه دریده را بازسازی می کند. حالا امکان کار پیدا کردن در غزه ناممکن است و او هم پول ندارد که برای عائله‌اش خیمه قوی تر سازد. استمرارية في العمل تعرف حسب علاقاتك مع کار پیدا کردن بسیار سخت است. اینجا ما بیگانه هستیم چون از دیگر جای غزه آمدیم. ما یک آواره ایم. در این جنگ از یک جا به یک جا گشتیم. در شرایط جنگ اینجا هم کاری نیست که کنیم. انا بقول لك يعني 100% ان الناس بتعيش على المعاناة. همسر ماندر روزی دراز مثل زنهای دیگر غزه به کار اندرمان است. او از آن آرده که به سختی پیدا می شود نان می پزد. قسمتی باقی مانده نان را می فروشد و درآمد به دست می آورند. بیگاه ورده با دیگر زنها جمع می آیند. موضوع گپی آنها جنگ است و نگرانی از زمستانی که فرا می رسد. از آسمان اینجا فقط تیر می بارد. هیچ جای امن نیست. کوچه و مکتب و راه ها بمب باران می شوند. ما از باران هم می ترسیم. ما به زمستان آماده نیستیم. تلاش های زیاد برای صلح در غزه ناکام شدند. اسرائیل میگوید جنگ زمان پایان خواهد یافت که گروه تندرو حماس نابود شود و شخصانی را که روز 7 اکتبر سال گذشته این گروه ربوده و گروگان گرفته بود آزاد گردند. در قزاقستان بیشتر از 71% مردم به طرفداری بنیاد نخستین نیروگاه برقی اتمی در قلمرو کشور و تمام آسیای مرکزی رأی دادند. مخالفان میگویند نیروگاهی که روسیه میسازد خرج زیاد دارد و محیط زیست را آلوده میکند. همکارم مولا رجب یوسفی گزارش دارد. قزاقستان بزرگترین تولید کننده اورانیوم در جهان است و ذخیره‌های بزرگی نفت و گاز دارد، ولی عین زمان از نارسایی نیروی برق رنج می‌کشد. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی گفت که در رایپرسی روز یکشنبه بیش از 71% مردم به طرفداری بنیاد نیروگاه اتمی رای دادند.
در این رایپرسی تقریباً 64% مردم شرکت کردند. چین و فرانسه و روسیه و کره جنوبی سعی دارند حق بنیادی نیروگاه را به دست بیارند که در کنار کولی بلخش جایگیر می شود. قاسم جمعت توقیف که سال 2019 رئیس جمهور انتخاب شد گفته است نیروگاه بزرگترین طرح در تاریخ قزاقستان صاحب استقلال می شود. او روز یکشنبه اشاره کرد که می خواهد گروه شرکت‌های بین المللی مجهز با تکنولوژی‌های نوترین نیروگاه را بسازند. در جریان کارزار تبلیغاتی بیشتر از طرفداران بنیاد نیروگاه صدای بلندتر داشتند، ولی صدای مخالفان از هر راه فرو نشانده میشد. ده‌ها نفر را که به ضد ساخت نیروگاه اتمی صدا بلند می‌کردند در طول چند هفته اخیر مقامات انتظامی دستگیر کردند. در قزاقستان استفاده از نیروی اتمی بسیار حساس است، زیرا از سال 1949 تا سال 1989 در عهد شوروی سابق در قلمرو آن کشور تقریباً 450 آزمایش اتمی صورت گرفته است و 1.5 میلیون نفر زیر آلودگی‌های زهرآگین آن ماندند. نیروگاه اتمی در نزدیکی دهه نیمه متروک اولکن در دشت‌های قزاقستان و در کنار کولی بلخش دومین کولی عظیم در آسیای مرکزی ساخته می‌شود. در تئاتر مضحکه و موسیقی به نام کمال خوجندی در ولایت سوغد موسم نوی هنری خود را با نمایشنامه حساسی آغاز کرد که مقامات تاجیکستان با آن موضوع خیلی درگیر هستند. نمایشنامه استاپ ترور عنوان گرفته است، اما استاپ ترور چی پیام دارد؟ فرزان محمدی در این باره گزارش می‌دهد. وزارت اطلاعاتی ایران جزئیات ترکیش در کرمان را اعلام کرده گفت که تهیه‌گر و 2 اشتراکچی آن شهروند تاجیکستان بودند. این خبر درباره یک حمله واقعی تروریستی نیست، بلکه پارچه از نمایشنامه هنری می باشد که هنرمندان تئاتر مضحکه و موسیقی به نام کمال خوجندی شهر خوجند هفته گذشته به صحنه گذاشتند. این نمایش به افتتاح 91مین موسم هنری تئاتر بخشیده شده، هدف دارد به تماشابینان پیام واضح درباره خطر تروریسم رساند. یک از نقش‌های اساسی را حکمت الله احدوف، هنرمند جوان تئاتر بازیده است و میگوید بار اول نقش تروریست را اجرا کرد. نقشی که من در این نمایش اجرا میکنم بسیار یک نقش دهشت‌آور است، زیرا در رفت نمایش من یک رفیقم را و همسر و فرزندانم را در یک ماشین به مرگ میرسانم، یعنی میترکانم که بسیار یک نقشی هست که تمامی وجود انسان را به لرزه می‌آورد. موضوع خیلی وزنین داغ روز گوییم هم می شود برای آنکه در حقیقت همتون شاهدی آن گردیدید که در تمامی واسطه‌های اخبار عموم در دنیا چه حادثه ها شده ایستاده است و افسوس که بعضی ناخلفان نام نیکی تاجیکستان عزیزمان را بد میکنند در عرصه بین خلقی. مسئولان تئاتر اصرار کردند از 4 نمایشنامه که طبق مقررات در دوام 1 سال باید به صحنه گذارند، یکی از آنها باید دارای موضوعی مشکلات داغ جامعه باشد و به همین خاطر این مسئله را طریق نمایش به معرض تماشابینان گذاشتند. در نمایشنامه گفته می شود که جوانان تاجیک را بیشتر در روسیه و دیگر کشورهایی که بسیارتر شهروندان تاجیکستان به آن همچون مهاجر مهنتی می روند مبلغان افراطگرا به دام خویش می افزایند یا همچون تروریست آماده می سازند. در اثر افسردگی در عائله، نداشتن شرایط خوبی کاری و دیگر عامل‌های منفی از سبب‌های اساسی به این راه رفتن جوانان تاجیک عنوان می گردد. این نمایشنامه را سهراب شیخوف، سرکارگردان همکنون سابق تئاتر مضحکه و موسیقی به نام کمال خوجندی به صحنه گذاشته است که اتفاقاً بعد آماده ساختن آن خود به مهاجرت مهنتی کشور روسیه رفته است. تروریست وطن، ملت، دین و مذهب ندارد. برنامه به پایان رسید. هر خبری که دوام روز پیدا می شود در سامانه آزادی ارگ و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، ایکس و اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک نشر می شوند. اگر شما هم خبری دارید و می خواهید دیگران بدانند لطفاً بفرستید. تا دیدار در برنامه های دیگر.